من این موضوع 15 توصیه به راهبر را بیهوده کارکرد نکردم. این توصیه های عالی اند. بیایید از آن سر کنیم که عموما دلخواه بیزنسمن با کدام مشکلات روبرو می شود. مشکلات اساسی در بیزنس. احتمال شما هم این پرابلم ها را دارید. یکی از پرابلم های کلان در بیزنس پول کافی نداشتن. زود آدمان به ما مراجعت می کنند. می بینم که آنها یا با قرض سر کردند یا در بیزنس آنها دیرتر خراجات زیاد شده است و آنها پول نمی‌یابند. اکثر بیزنس ها در حقیقت با سبب کم بودن پول در دوره سرشوی کار می‌میرند. یا اکثر آدمان محض با همین سبب بیزنس نمی‌کشایند. فروش کم مشکلی کلان است. کدامی از شما می‌خواهید که فروشتان زیاد شود؟ دستتان را بردارید تا بینم. شاید آن ذات از بالا شما را دیده برایتان امکانیت فراهم می‌آورد، پس دستتان را بردارید. بله، این عالی است. خیلی خوب. فکر می‌کنم همه ما با همین هدف می‌خوانیم. بارهای باقی مانده. یکی از مشکلات اساسی در بیزنس بارهای باقی مانده بسیار است. متاسفانه همین خیل هم می‌شود. بارهای زیاد به فروش نمی‌روند، بعد کس نمی‌داند که آنها را چی کار کند. من حالا شاگردی دارم که به حجم 713 میلیون تنگه باری باقی مانده دارد، ولی برای رشد بیزنس پول ندارد. کی فهمید؟ دهشت است، درست؟ او برای پیشبردی کار پول ندارد و چون این حالت خیلی وزین است. قرض و کردیت ها. قرض از بار تامین کننده ها، قرض از دوستان، شناسان، کردیت ها. این مشکلات بیزنس پرابلم های اساسی به شمار می روند. دوام چندین سال فعالیت من به همین مشکلات روبرو می شوم. گروه کاری سست. کدامی از شما با کارمندانتان یگان خیلی مشکلات دارید؟ دستتان را بردارید. اعتراف مشکلی نیمی حل است. بلندتر بردارید. من عمیق دیدن می خواهم. آیا میان شما آدمی هست که تماما مشکلی نداشته باشد؟ من دیدن می خواهم. بلندتر بردارید. در یاد گرفتن می خواهم. به هر حال همه مشکلات دارند. متاسفانه همین خیلی است. شرکت های زیادی چون این مشکلات دارند. نارسایی بارهای سرخریدار در موسمش، در وقتش فرصتی تأمین کنی نیافتن و غیره. خراجات زیاد. یکی از مشکلات کلان خراجات زیاد است. نقطه فراگیری خیلی بلند. خراجات زیاد نه به آن علاقمند است که بیزنس دشوار است. خراجات زیاد به آن علاقمند است که سیستم نادرست تشکیل کرده شده است. در حقیقت با سیستم این نادرست تشکیل شده علاقمند است. رکلام بیفایده. بسیار رکلام میکنید ولی آن نتیجه دلخواه را نمیدهد. از سبب آن که مهلت بارها میگذرد و آنها در داروخانه ها، مغازه های خوراکواری جمع میشوند، کس ضرر میبیند. البته اگر شما میتل فروشید امکانیت گذشتن مهلت بارتان کم است. ولی کسانی که با بیزنس فست فود یا محصولات غذایی مشغولند اکثرا از این جهت عذاب میکشند. خدمترسانی بد یکی از دشوارترین کارها. کدامی از شما فهمیدید که تشکیل نمودن خدمترسانی کار آسان نبوده است؟ کس میتواند گوید که من خدمترسانی تشکیل میکنم ولی ساختن آن خیلی دشوار است. ساختن آن خیلی وزین است. با همجور آمدن همه کارها مشکل است. گپ در آن است که آدمان تجربه خریداری پیدا کرده، با عقل‌تر شدند، خیلی با تجربه گشتند. آنها در همه جا میگردند و شما را مقایسه میکنند. آنها فکرن شما را مقایسه میکنند دفعه دیگر بیایند یا نه آیند. آنها در سر خود انتخاب میکنند. این تبدیل من نیست. البته شاید آنها به شما چیزی نگویند ولی به حسیات خود باور کرده رفتاری میکنند که به نفع شما نیست. درآمد کم. کدامی از شما میخواهید که درآمدتان باز هم زیادتر شود؟ خیلی عالی. خدا کند که همین خیر شود. دیرتر ما در این باره عاید به زیاد کردن درآمد گپ میزنیم. من چرا این مشکلات بیزنس را نامبر میکنم؟ تا ما و شما خوب وارد شویم. جایهای کاری نادرکار، جایهای ایجاروی نادرکار. فکر میکنیم که هر قدر مغازهای بیشتر کشاییم همان قدر درآمدمان زیادتر میشود. یا فکر میکنیم هر قدر کارگران زیاد داشته باشیم گویا همان قدر درآمدمان زیاد میشود. ولی دائم چنین نیست. قرض‌های کلان دیبیتاری. بعضی آدمان مجبور میشوند که به مزاجانشان بار زیادی را با پول نقد دهند. یکی برای ریالیزاسیا، دیگری برای کانسیگناسیا و غیره. دیرتر این همه باعث دردسر زیاد میشود. حسابات نادرست و نظارت نامنظم. در یاد دارم که در بشکک یک بچه پیشم آمد و گفت استاد در بیزنس من نظارت حسابات کردن ناممکن است.
من گفتم که چرا ناممکن است؟ او گفت من 22 سال باز کوشش میکنم نمیشود. باز گفت در گمان است که شما این کار را کنید. او برایم همین خیلی گفت من 22 سال باز کوشش میکنم نمیشود. در گمان است که شما در این کار به من کمک کرده توانید. او پای افضل میفروشد، در یک بیزنس پای افضل میفروشد، در بیزنس دیگر جوراب، پهپوش و غیره میفروشد. من با او گفتم چی فکر داری؟ بیزنسی تو کلانتر است یا بیزنس های والمارت یا اشن یا آمازون یا والبریس؟ بیزنسی تو کلانتر است یا بیزنسی آنها؟ او گفت که شاید بیزنسی آنها. اگر بیزنسی آنها کلانتر باشد و نظارت حسابات داشته باشند، چرا تو داشته نمیتوانی؟ او گفت نمیدانم، دوامی چندین سال کوشش کردم ولی نشد. یعنی چنین حالت ها خیلی زیادند. اگر یکی از این مشکلات را داشته باشید دستتان را بردارید. انا دو کس نشستند. من پگاه رفته از شما درس میگیرم. شما انیق این مشکلات را ندارید. من حالا سر نکردم. شما بیزنس ندارید. بله ندارم. او هنوز بیزنس ندارد. نگاه کنید، در این تالار کسی نیست که این مشکلات را نداشته باشد. تشکر. یعنی اگر بیزنس داشته باشد پس پرابلم هم داره. درست؟ دقت کنید. معلوم می شود که پایه این همه مشکلات با چیز علاقمند است. با گروه کاری سست علاقمند است. ته کرسی این همه مشکلات گروهی سست است. محض همین را فهمیدن، درک کردن در کار. گروهی سست پایه این همه پرابلم هاست. دوامی چندین سال من با آدمان زیاد درس دادم و محض همین را فهمیدم که گروهی سست داشتن این مشکلی خیلی کلان است. این پرابلم وزین است. در حقیقت همین خیلی است. گروهی کاری سست چرا پیدا می شود؟ چرا در خانه‌تان همان خیل میبل دارید؟ چون که شما همان خیل میبل خریدن خواستید. چرا خانه‌تان همان خیل تعمیر دارد؟ چون که شما همان خیل تعمیر کردن خواستید. من انیق گفته میتوانم که همسایه‌تان شما را به این مجبور نکرده است. درست؟ برای چی گروهی کاری سست؟ چون که گروهی کاری سست را راهبر سست تشکیل کرده است. در حقیقت همین خیل است. حالا شما یک چیزی عجیب را میفهمید. و من گروهی کاری هم گفت که استاد در این 15 سالگی شما چی را می آموزانید؟ من گفتم که درسی 15 توصیه به راهبر را می آموزانم. چرا؟ چون که من فهمیدم. دوامی چندین سالی کاری هم من خیلی خوب فهمیدم که اکثر شاگردان ما که موفق شدند راهبران خوبی بیزنسند. آنها خوجین بودند، یعنی خوجین در بیزنس راهبری میکرد، یا آنها منیجری داشتند که راهبری میکرد. ولی از همه مهمش ما 99% به راهبران درس دادیم، به صاحبان بیزنس. اکنون کدامی از آنها تغییر یافته باشند بیزنسشان هم تغییر یافته است. کدامی از آنها بهتر شده باشند بیزنسشان هم بهتر شد. و ما این را عمیق درک نمودیم. آیا می‌خواهید که بیزنستان یک بار بالا رود؟ بالا روی شمایید. آیا می‌خواهید که بیزنستان 10 برابر انکشاف یابد؟ نقطه انکشاف شمایید. هیچ کس شما را بای نمی‌کند. تنها خودتان را می‌توانید بای کنید. من حالا مثال و نمونه‌های خیلی زیاد می‌آورم برای آن که اگر صاحب بیزنس این را درک نکند یا نفهمد، حتی برایش امکانیت خوب پیدا شود هم او استفاده بردن نمیتواند. حتی اگر او گروهی کاری به قوت یابد هم آنها را نگاه داشته نمیتواند. او آنها را از دست میدهد. اگر او زمانی در بازار انکشاف یابنده قرار گرفته باشد، میشود که بازار انکشاف یابنده در بازار انکشاف یابنده قرار گرفت، کارها خوب میشوند، پول خوب کار میکند. بله، این 3 5 7 سال دوام می‌یابد، ولی بعد همش به آخر میرسد. او این موفقیت را نگاه داشتن نمیتواند. او آن را به موفقیت دراز مدت تبدیل دادن نمیتواند، چون که این ناممکن است. می شود که انسان بعضا در حقیقت در وقتی در کاری در جای در کاری قرار میگیرد. این خیلی می شود. در آغاز بازار انکشاف یابنده چنین حالت ها می شوند. همین خیلی است. ولی نگاه داشتن نمیتواند، افزایش دادن نمیتواند و غیره. برای همین گروهی سست محصول کاری راهبری سست است. و از همه بدش فکرانی راهبر است. یگان راهبر اعتراف نمی کند که او ضعیف است.
او عادت کرده است که همیشه او را تعریف کنند. او عادت کرده است که در محیط خود او بهترین است. او عادت کرده است که در محیط خود او با عقل ترین است. میان دوستان، خویش و تبار و غیره. او عادت کرده است که همیشه مصلحت ها دهد. او عادت کرده است که همیشه سپارش دهد. برای همین برایش خیلی دشوار است تا در ذهن و عقل خود قبول کند و گوید که من باید تغییر یابم. خود را تغییر دادن بزرگترین دستاورد بوده است. خود را به همان طرف تغییر دادن در کار که کس هزاران استعداد و امکانات های خود را گشاده تواند. من گفتن میخواهم که اکثر راهبران تا سطح معینی میبرایند و بعد در همان سطح شخ شده میمانند. شماره زیادی راهبران به درجه معینی میرسند و بعد در همان درجه در میمانند و همان وقت یک دنیا مشکلات پیدا میشود. پای هم پرابلم ها پیدا میشوند. برای همین تا خودت را تغییر ندهی بیزنس تغییر نمییابد. قاعده همین است. راهبری سست گروهی کاری سست را تأسیس میدهد. قهرمان خود اوست. به شرف 15 سالگی سما ما محض 15 توصیه را مقرر نمودیم. چرا توصیه نامگذاری کردیم؟ چون که این توصیه ها پس از هزاران سال هم یک خیل باقی میمانند. این توصیه ها هم امروز هم پگاه و عموما همیشه اکتوالی خواهند بود. این طرز کار را تنها امروز نه بلکه پس از 20 30 40 سال هم استفاده بردن ممکن است. اینها پدیده های پایوی اند. چون که طلبات گلوبالی انسانیت به هر حال تغییر نمی‌یابد. آدمان در آینده هم می‌خورند. آدمان در آینده هم می‌زایند و می‌میرند. آدمان در آینده هم بیمار می‌شوند. در آینده هم لباس می‌پوشند. تنها طرز پیشنهاد، مدل‌ها، اسلوب فروش، بسته‌بندی و غیره تغییر می‌یابد. راهبری که عقل قوی، استراتژی قوی دارد از عهده‌اش می‌براید. راهبری سست نمی‌تواند. محض برای همین من همین 15 توصیه به راهبر را آماده کردم. چون که این شما را انسان خیلی با قوت، باطناً شخصیت قوی، راهبری نیرومند می‌گرداند. و چون انسان راهبری قوی و نیرومند گردد، باقی همه سوی او می‌آیند. یعنی وقتی چیزهای پایوی اساسی باشند، چیزهای دوم درجه را جلب کردن ممکن است. واسطه و اسباب و یاورها را یافتن، انتخاب کردن ممکن است. وابسته به وقت. دقت کنید. چی فکر دارید؟ شرکت را چی مفلس می‌گرداند؟ بحران ها یا گروهی کاری؟ بیایید فکر می‌کنیم. خیلی عجیب است. دقت کنید. این خیلی غیر عادی است. درست؟ ما فکر میکنیم که بحران خطرناک است. گویا بحران شرکت را میتواند مفلس کند. ولی نه. 90% شرکت ها را کارمندان مفلس میسازند. گروه کاری. آنها ریسورس ها را احتیاط نمی کنند. گروهی که به شرکت درآمد آوردن نمیتواند. گروهی که هزاران خراجات به وجود می آورد. 90% شرکت ها با سبب بحران مفلس نمی شوند بلکه با سبب گروه سست و ضعیف مفلس می شوند. کارمندان قرض ها خراجات را زیاد می سازند. استحصالات سست خواهد بود. این راست است. وقتی بحران می آید همان شرکتی که کارمندانش سستند در حال از بین می رود. این به کرونا ویروس مانند است. کرونا ویروس به ما چی را آموزاند؟ کرونا ویروس به ما چیزی عجیبی را آموزاند. کرونا ویروس جان همه را نربود. بسیار کسان بیمار شدند ولی همانهایی مردند که سلامتیشان بد، ایمونیتتشان سست و ضعیف بود. مثل همین است. 90% شرکت ها را کارمندانشان میکشند. نه بحران. چون که محض بحران گروه را تشکیل می کند. من به شما سوال دارم. لطفاً بگویید فروش بعضی شما به بحران هم کم بود. درست؟ به بحران هم نارسایی مبلغ احساس می شد. به بحران هم نارسایی کادرها وجود داشت. فروش بعد، بارهای باقی مانده زیاد، نارسایی مبلغ، قرضهای دیبیتاری، کردیتاری و غیره. این مشکلات به بحران هم بودند.
دیدید مشکلی در بحران نیست، مشکلی در آدمان است. حالا میخوام یک چیزی ارزشمند را گویم. به نزدیکی در فیسبوک یک چیزی غیری عادی را خواندم. 3 روز پیش بود. یک امریکایی یا اروپایی به افریقا رفته است. وقتی او به افریقا رفته است، تنها خواسته است که کودکان را شاد گرداند و با آنها بازی کرده. در یک کنار سمکش میوه‌جات شیرینی ها را مانده است و گفته است که بیاید بازی میکنیم، مسابقه میکنیم. کسی که از همه تیز دویده به فینیش میرسد، انا همان میوه‌جات و شیرینی ها را میگیرد. کسی که اولین شده میرسد. همه کودکان تبسم کردند و چون او آغاز گفته است، کودکان دستان همدیگر را گرفته همه یک جایه به فینیش رفتند و میوه‌جات و شیرینی ها را گرفته میان همدیگر تقسیم کردند. آن امریکایی یا اروپایی خوب در یاد ندارم، در شاک مانده است، چون که کودکان این قبیله به مکتب نمی روند، نمی خوانند، فرهنگ و تمدن ندارند. او این حالت را می دید و نمی فهمید. او می گفت چطور؟ و به یکی سوال داد، تو می توانستی همش را بگیری؟ به دیگر، ای تو امکانیت داشتی، چرا ندویدی و نگرفتی؟ و کودکان جواب دادند، من هستم برای آن که ما هستیم. من به قبیله‌ام زنده مانده نمیتوانم. من هستم برای آن که ما هستیم. این فلسفه عالی است. من فکر کردم آن کودکان اینقدر با تربیت و ذهنی بلندی معنوی داشتند. من هستم برای آن که ما هستیم. از این رو به شما گفتن میخواهم که امروز من در اینجا هستم برای آن که ما هستیم. برایتان سری تعظیم فرود میارم. تشکر زیاد به شما. من درباره کتاب پس از تنفس گپ میزنم. خب، کفکوبی ها، رحمت، تشکر. تشکری زیاد به شما استاد سید مراد دولتوف. من شاهد یک چیزی عجیبی شدم. معلوم می شود که به دلخواه چاره‌بینی همراه شدن در کار، وارد شدن در کار تا که منفعت بیشتر، چیزهای خوب بگیرید. برای همین لطفاً خوب وارد شوید تا فایده بگیرید. وقتی از اینجا می روید باید گپ‌های مرا عملی کرده توانید. پیش از تنفس من درباره آن گفتم که نیت کردم تا امروز درباره 15 توصیه سخن رانم، زیرا من درک کردم که در دلخواه بیزنس یگانه نقطه انکشاف خودی راهبر به شمار می رود، خودی صاحب بیزنس. برای آن که مقیاس فکرانی صاحب بیزنس مقیاس بیزنسی او به شمار می رود. بیایید دست راستمان را می برداریم و تکرار می کنیم. سرحدی دستاوردهای ما وابسته است به سطح فهمیش ما. دقت کنید، سرحد دستاوردهای ما به سطح فهمیش ما وابسته است. این چنین معنا دارد آنچه را که نمیفهمی به دست آورده نمیتوانی. احتمال شما بعضاً با کارمندانتان، شاید با شریکانتان یا شاید با دوستانتان کار کرده با آنها درباره کدام یک درباره امکانیت‌های آینده نقل می‌کنید. ولی اگر انسان فکرانی تنگ دارد، او گپ شما را فهمیده و دیده نمی‌تواند. بعضاً به برخی کارمندانتان مجبور می‌شوید دائم خودتان گویید. وقتی گویید او می‌کند، اگر نگویید نمی‌کند. چرا نمی کند؟ چون که او خودش نمی بیند. او خودش حس نمی کند. به کار وارد شده نمی تواند. او ریشه کار را دیده نمی تواند. او عاقبت کار را نمی بیند. او سبب را نمی بیند. چرا این خیر شد؟ تنها وقتی پرابلم پیدا شود بعد می بیند. انا برای همین اگر خود انسان کار را فهمیدن نتواند، او دستاوردهای زیاد داشته نمیتواند. از این رو ته کرسی موفقیت پیش از همه خود راهبر است. ته کرسی شمایید. بعضا ما فکر میکنیم که من یگان منیجر را به کار میگیرم، یگان بوغالتر را به کار میگیرم و یگان کسی آنها برای ساختن شرکت خوب به من کمک میکند. نه، یگان کس شما را بای نمی کند. شما خودتان را بای می کنید. یگانه کسی که شما را بای می کند خود شمایید. از این رو در اساس همین
ما محض همین موضوع را انتخاب کردیم. 15 توصیه برابر. توصیه های مذکور دائم اکتوالی و مبرم خواهند بود. پس از 10 سال، 50 سال و عموما چی قدری که خواهید. ما گفتیم که خودت را تغییر ده، بیزنست هم تغییر می‌یابد. ما در همین باره گپ زدیم. راهبری ضعیف، راهبری قوی. من می‌خواهم یک چند فرقیت‌ها را نشان دهم تا شما خودتان به این رو آرید. مثلا من چی را دیدم؟ چرا محض همین چیزهای مقایسوی را نشان دادن می‌خواهم؟ برای آنکه من با شاگردان و شنوندگان زیادی از جمله با راهبران بیزنس‌های خودم کار کرده این را روشن و واضح دیدم. وقتی شما با آدمان بسیار کار میکنید برایتان آشکار میگردد هر کدام آنها در کدام سطحند، به هر کدامشان کدام عامل‌ها نمیرسد و غیره. مثال راهبر سست بیشتر به بار توجه می کند، بیشتر درباره بار فکر می کند، بیشتر درباره آن گپ می زند که کدام بار سر خریدار است و کدامش نه، بیشتر درباره موسم کاری گپ می زند، بیشتر درباره پول کار کنی فکر می کند. می گوید من در این بیشتر پول کار می کنم، تمام عالی، در اینجا باشد کمتر پول کار می کنم، پس این کارا نمی کنم. با فلان کس حالا کار کردن فایده‌ناک نیست چون که از او به ما فایده پولی نیست و غیره. یعنی با یک سخن همه فکر و خیال او درباره همین سه نشان داده است. این چونین او بیشتر درباره جایها فکر می کند. در کجا مغازه گشایم، در کجا بهترین جای درآمدناک را به اجاره گیرم. یک مثال میارم که بهتر فهمید. سالهای 2009 ما 36 مغازه گشادیم. 36 فروشگاه لباسهای ورزشی با نام لاسپدا. میدونید مغازه‌های خیلی خوب بودن. در اصل در سر من دائم همین چیزها بودن که حالا گفته گذاشتم. در سر من دائم چنین فکرها بودن. چطور باز جایهای بهتر یابم، کدام لباسها ماده شده است، کدام بارها بسیار به فروش میروند و کدامشان کم، چرا این بار بسیار به فروش میرود و دیگرش کم. من دائم در همین باره فکر میکردم و ما دائم گرد همین مسئله ها میدویدیم و غیره. با کشادن که کشادیم 36 مغازه. بعد دیدیم که گردش بارهای ما سست است. این چنین آدمان موافق نیافتیم تا این کارها را درست اداره کنند و ما مجبور شدیم که همه مغازه هایمان را محکم کنیم. در آخر لحظه فرا رسید من مجبور شدم که قرار خیلی مهم برارم، یا کار را دوام داده قرض گرفته پول را باز صرف کنیم یا در حال باز استم تا قرضهایم زیادتر نشوند. میدانید بعضا چنین قرار و حالتها خیلی تلخ و الم آور است. مغلوبیت خود را اعتراف کردن دشوار است، ولی من آن را مغلوبیت نه، استراتژی نامیدم. میدانید اگر شما فیلم چینگیزخان را دیده باشید در آن چنین لحظه هست. دشمنانش به قبیله او حمله میکنند و او بزرگ نبود. او می آید و می بیند که همه یورت و خانه هایشان را سوزاندند، همسرش و همه داراییش را غارت کرده گرفتند. او خوب می دانست که اگر به آنجا رود او را می کشند، چون که او تنهاست و هیچ کار کردن نمی تواند. او همه را پرتافته می رود. برای چی پرتافته می رود؟ او پرتافته می رود تا با قوتر شده برگردد، چنان قوی گردد که غلبه کرده تواند. و من این لحظه را یاد دارم. من فکر کردم اگر برای دوام دادن کار 36 مغازه مبارزه برم احتمال حالم بدتر شود، قرضهایم باز هم زیادتر می شوند، بهترش قفا می روم. من به قفا قدم گذاشتم، همه مغازه ها را بستم. وقتی ما شریکان همه خراجات و قرضها و بارهای باقی مانده را حساب کردیم من $493,000 قرضدار شدم. به این هم یک دنیا قرضدار بودم. قرضهای نو علاوه شدند. اکنون همان لحظه من خودم را شکسته و افسرده حس می کردم، چون که آدمان زیاد پیشمان می آمدند. ما درباره استراتژی و بیزنس همون گپ می زدیم، ولی مرا تنها یک چی نگاه می داشت، استراتژی. من خوب می فهمیدم که اگر کس برای سربسته درآید باید به سر راه برگردد. این سخنان بوداست. من این گونه کتاب‌ها را بسیار می‌خوانم. بار بناگاه دیدم بودا میگوید اگر بناگاه به راه سربسته در آمده باشی به سر راه برگرد. من فکر کردم چطور میتوانم به سر راه برگردم؟ از کجا میتوانم به طور دیگر سر کنم؟ من به آغاز کار برگشتم و فهمیدم که در کجا به خطا راه دادم و غیره. خطایم این بود من راهبری ضعیف بودم. همه پرابلم در من بود، نه در شریکان، نه در محصولات، نه در بار و غیره. با دقت نگاه کنید فرقیت را زود میفهمید. راهبری ضعیف اکثری وقت در همین باره فکر میکند و او در همین ساحه متخصص است. او بارها را خیلی خوب میداند. او خوب میداند که کجا جای خوب است و غیره.
من یک شاگردی دارم، حالا او در کراسنوداری روسیه است. او یک چند شبکه های فست فود ها دارد، الکی 12 یا 16 تا. و به نزدیکی وقتی با روسیه چنین حالت شد، او به من زنگ زده گفت استاد چیکار کنم، انکشاف یابم یا نه؟ من گفتم تو برای باز انکشاف یافتن آماده نیستی، تو باید به طور دیگر کار کنی. و او به من گفت استاد اگر حاضر کارم را کلان نکنم بعد فلان می شود، بهمدان می شود. من گفتم ایست، وظیفه تو ساختن شرکت است، حالا وظیفه تو از پس پول دویدن نیست. اگر تو این را نفهمی دور رفتن نمیتوانی. گپ در آن است که میان این دو نشانداد فرقیت کلانی است. راهبری قوی به ساختن گروه و سیستمی به قوت رو می آورد. این فرقیت است. من خودم این را از سر گذرانیدم، پشت سر کردم. خوب میدانم درباره چی گپ میزنم، چون که نگاه کنید، مهم نیست عین زمان این ماه شما پول کار کردید یا نه. باور کنید چنین است. مهم نیست عین زمان این ماه درآمد شما زیاد بود یا نه. من میتوانم با باوری گویم اگر شما ان همین چیز گروه و سیستم قوی ساخته توانید، این هزاران بار درآمد بیشتر میآورد. هزاران بار، چون که این از حدود عملهای واقعی تو، از حدود امکانیت‌های تو بیرون است. تو میتوانی دستاوردهای بیشتر داشته باشی، خیلی زیاد. راهبری ضعیف همه کار خودش میکند. او صاحب و جوابگری همه چیز است. همه چیز و جوابگری به دوش اوست. از این رو وقتی او هست کار پیش می رود، وقتی او نیست کار هم نیست. و از همه بدش یگان عضو گروه مسئولیت را حس نمی کنند. آنها جوابگری ندارند، چون که خود را کارگری کرایه حس می کنند. اگر در یگان جا خطا یا اشتباهی شود آنها فکر می کنند من در این کار همراه نیستم، چون که من از روی گپی تو کار می کنم. کی قرار می برارد؟ راهبر. مادامی که تو قرار می براری پس جوابگر تویی. تنها تویی جوابگر. میدانید من با دشواری های زیاد راهبری قوی شده توانستم. با دشواری ها توانستم، چون که دائم خود را تغییر دادن، شکستن، عوض کردن در کار، زیرا ضرر دیدن علم آور است. وقتی در شرکت مشکلات پیدا می شود کارگران از کار آزاد شده می روند. مشکلات به دوش تو می ماند و این خیلی وزین است. هر دفعه از صفر سر کردن علم آور است. بله، راهبری قوی گروه تشکیل می کند. گروه صلاحیت دارد و چی؟ جوابگری. صلاحیت و جوابگری چیست؟ این گروه است که لجام کار در دست آنهاست. عین زمان من خودم تنها تماما قرار نمی برارم. انیخترش خودم تنها قرار برآورده نمی توانم. چرا؟ چون که باید همین خیل باشد. باید همین خیل باشد. شما چطور به وای رسیدید؟ خطاها کرده به وای رسیدید. آدمان هم بگذار خطا کنند، این بدی ندارد. به نزدیکی من از یک مارکتولوگ و یک چند اعضای گروه هم پرسیدم تو چرا با من کار میکنی؟ او گفت میدونید استاد، من یک چند خطا کردم و شما مرا جنگ و سرزنش نکردید. من فکر کردم پس من کاری درست میکنم. وقتی انسان خطا میکند و شما او را جنگ میکنید، او میترسد از ایجادکارانه اندیشیدن، از پیشنهاد کردن ایده‌های خوب به شما و غیره. همه خطا میکنند. خطا برای رسیدن به موفقیت‌های بزرگ کمک میکند، ولی خطا را تکرار کردن خوب نیست. مهمش کارمندانتان تکراراً خطا نکنند و شما هم به این عادت نکنید. بعضی آدمان چگونه عادت دارند میدانید؟ همیشه خطایشان را تکرار میکنند. اگر شما دائم خطایتان را تکرار کنید، این طرز فکرانی شما میشود و چون این طرز فکرانی شما میشود پس خیلی بد است، چون که شما همین گونه انسان میشوید. از این رو مهم است که گروه صلاحیت و جوابگری داشته باشد. صلاحیت یعنی باوری به اوست، با او امکانیت دهید. مانید که او بعضا خطا کند. کارگران این را باید حس کنند. در یاد دارید کسی که قرار میبرارد جوابگری به دوش اوست. راهبری سست همیشه سوختار را خاموش میکند. کاری فوری. او همیشه میدود چون که وقت نمییابد. سوختارهای او خیلی زیادند، گاه در اینجا گاه در آنجا، در همه جا. و او همیشه با سوختار سر و کار میگیرد. همیشه از یک سوختار به سوختار دیگر میدود، از یک دشواری به دشواری دیگر. و از همه عجیبش قرار او پرابلم های نو میسازد. از همه عجیبش همین است. او قرار قبول میکند. مثال با فلان کس شریک شدن، فلان مغازه را کشادن یا فیلیالی نو کشاده کار را کلان کردن. طوری که بختیار گفت در یک چند شهرهای قزاقستان یک چند فیلیال ها کشادم و بعد خودم برای خودم پرابلم ساختم. در حقیقت همین خیلی می شود. کس یگان چی می کشد و بعد فکر می کند بلازنت چرا کشادم؟ باید این کارا نمی کردم، اکنون چی کار کنم؟ باز فکر می کند. ولی دیگران مثال ادیداس می تواند کو، اپل می تواند کو، چرا آنها می توانند؟ مثلا چرا تخندام یا سولپاک می توانند ولی من نمی توانم؟ کس فکر کرده عذاب می کشد. ایده درست است، استراتژی و طرز اجرا نادرست است. ایده عالی است اما طرز کار و تاکتیک نادرست است.
کس با آدمان ناموافق کار میکند، اما همان وقت کس این را نمیفهمد. از این رو راهبری ضعیف همیشه رو افتاده و آشفته حال میشود. وقتی خوراک میخورد مزه آن را حس نمیکند، اهل عائله‌اش را نمیبیند و او خودش را فراموش میکند. به طور دیگر گویم بیزنس همه چیز را از او میگیرد. جوانیش را میرباید، ولی کمی پول دارد ولی زندگی ندارد. نمیدانم، شاید هر کدام شما از این دورها میگذرید. همه ما میگذریم. راهبری قوی به انکشاف مشغول می شود. این دو چیزی گوناگون است. من این را از کجا فهمیدم میدانید؟ با آدمان کار کرده فهمیدم. من همیشه شاهدی چون این حادثه ها می شوم. من می بینم که این آدم سوختار را خاموش می کند و این آدم باشد به انکشاف مشغول است. در حال فهم است. چرا؟ چون که او فهمید، پخته شد. او استراتژ است. او درباره آینده فهمیش و بینش دیگر دارد. راهبری قوی تنها به انکشاف مشغول می شود. او با استراتژی با انکشاف مشغول می شود. او در همین باره فکر می کند. هوش و خیال او به همین روانه است. راهبری ضعیف باشد، حل مشکلات را، مبارزه بر ضد دشواری ها و پرابلم ها، مبارزه ضد قرض هایش را فکر می کند. او ضد مشکلاتش که حل کردن نمی تواند مبارزه می برد و یا ضد کارمندانش مبارزه می برد، ضد شریکانش، پرتامین کنندگانش و غیره. راهبری ضعیف در چهارچوبه بیزنسش فکر می کند. از سحر تا شام او در چهارچوبه بیزنسش می جوشد. شاید او 20 سال باز بیزنس می کند، ولی او دائم در چهارچوبه بیزنسش فکر می کند. چون که بیزنسش نمی ماند که او درباره چیزی دیگر فکر کند. چون که غیر خودش مشکلات را کسی حل کردن نمی تواند. حل کردن نمی تواند. ساختار چنین است که همه بیزنس پروسس ها به او وابسته است. همه کارهای کلیدی به خود او وابسته است. برای همین او دائم با حل سفارش های داخلی شرکتش بند است. راهبری قوی در چهارچوبه سمت‌ها فکر می کند. او در چهارچوبه بیزنسش فکر نمی کند. او در چهارچوبه سمت فکر می کند. او به تمام بازار رو می آرد. او به تمام سمت توجه می کند و مهم نیست که آن در یک کشور است یا در 5، 10 یا 20 کشور. او در چهارچوبه سمت فکر می کند. چطور می توانم در همین سمت پیش قدم باشم؟ چطور می توانم در همین سمت پیش صف شوم و غیره. من دیدم اگر انسان این را درک کند پس ادراک او دیگرگونه است. یعنی او چنین می شمارد که فهمیدن سمت کار خود مهمتر است. برای همین او گروه و سیستم می سازد که به او کمک می کند تا در داخل بیزنس مشکلات را حل کند و او به سمت توجه می کند. او سمت را می بیند، بازار انکشاف یابنده را می بیند. او 5-10 سال پیش را می بیند. او خود را تیار می کند. برای آنکه راهبری قوی می فهمد که موفقیت این تیار بودن است. دست راستمان را برداشته تکرار می کنیم. موفقیت تیاری طولانی است. موفقیت تصادفاً نمی شود. دقت کنید. این مثل چیست؟ لطفاً به من گویید. آیا به من گفته می توانید که در ورزش یگان بکسور می تواند که مثلا تصادفاً چمپیون جهان شود؟ تصور کنید شخص بکسور است و تصادفاً چمپیون جهان شد. چون این ورزشگر هست. آیا یگان بار دیده اید که در دلخواه نوع ورزش شخص تصادفاً چمپیون شود حالان که او ارزنده نیست؟ شاید وقتی انسان خندد، من به خوشحالی باور میکنم. بعضا طالع کس آمد میکند، ولی یک بار کس هر روز خوشحالی بودن نمیتواند. درست تمام عمر انسان خوشحالی بودن نمیتواند. خوشحالی مدت دراز بودن نمیتواند. تنها تیاری دوام مدت دراز نتیجه خوب داده میتواند. پس خود را خوب تیار کنید تا که مدت دراز نتیجه های بزرگ به دست بیارید. به طور دیگر گوییم خود را پیوسته مدت طولانی تیار کردن در کار. اگر کس خودش را آماده کند کفالت هست که امکانیت ها پیدا میشوند، ولی خود را آماده کردن در کار این انیق است. کس تیاری دیدن را باید دوام دهد، حتی اگر کار برار نگیرد هم، حتی اگر نتیجه خود باشد هم. مثل ورزشگر دوام ده، چون که کفالت نیست که امروز یا پگاه برایت امکانیت عالی پیش می آید. نه، دوام ده تا لحظه نتیجه دلخواه به دست آوردنت. برای همین راهبری قوی مثل چمپیون است. او خود را به چمپیونات تیار می کند. خود را به چی تیار می کند؟ او خود را تیار می کند تا چمپیون جهان شود. کس باید پسیخولوژی چمپیون را داشته باشد. این بسیار مهم است. پسیخولوژی چمپیون تاب‌آوری است، پرطاقتی، تیاری طولانی، صبوری است. انسان باید انا همین خصوصیت ها را داشته باشد. راهبری ضعیف زود چنین می شود که مسئولیتش را در وقتش اجرا نمی کند. زود چنین می شود. معاش ها را در وقتش نمی دهد. بارا سری وقت نمی رساند. مسئولیت خود را نسبت به شریکان در وقتش اجرا نمی کند. و از همه عجیبش او همیشه بهانه زور می یابد.
چرا این خیل شد؟ چون که ما فلان خیل سبب ها داریم. چرا این خیل شد؟ چون که ما این خیل سبب ها داریم. او همیشه بهانه دارد. در اصل واقعا همین خیل نمی شود، بلکه او اولویت ندارد. میدونید من همین خیل بودم. من خودم را مدتی زیاد تربیت کردم. این کار خیلی دشوار است. فهمیش خود را عوض کردن، خود را تغییر دادن. انسانی که همه کار را سری وقت اجرا می کند اون موفق می شود، ولی چنین کس شدن آسان نیست. ولی انسانی که می فهمد اولویت را انتخاب می کند. انسانی که می فهمد اولویت های درست را انتخاب می کند. مثال، در حقیقت راهبر قوی در همه سطح انتظام را رعایت می کند. کاملا در همه سطح او انتظام آهنین دارد. در همه سطح انتظام شدید دارد. هم در سطح کارمندش، هم در وعده هایش، هم در مسئولیت هایش. من در همه کار و سطح. او فکرانی با انتظام دارد. این چیزی عالی است. فکرانی با انتظام این درست و دقیق انتخاب کردن اولویت درست و آهسته آهسته حرکت کردن است. بسیار آدمان نمیفهمند که فکرانی با انتظام چیست. فکرانی شما با انتظام بوده میتواند، بله آنچه را که شما مهم میشمارید به همان پول مییابید. انا همین از فکرانی با انتظام. دست راستمان را میبرداریم و تکرار میکنیم. انسان همیشه پول و وقت مییابد برای همان چیزی که و برای همان کسی که مهم میشمارد. انسان همیشه پول و وقت می‌یابد برای همان چیز و برای همان کسی که مهم می‌شمارد. آن بهانه‌ها، آن گپ‌ها، آن سبب‌ها، هزار و یک عذر و معنی‌ها و غیره و هاکذا تنها گپ خالی‌اند. اگر کاری را یک دو بار کنید آن شکل حیاتتان می‌گردد، آن طرز فکرانیتان می‌شود. متاسفانه با این حال نتیجه بزرگ به دست آوردن ناممکن است. برای همین فکرانی خود را آنگونه کردن در کار است که با انتظام و متشکل باشد تا امکانیت‌های خود را دیدن ممکن گردد. امکانیت‌های خود را دیدن و به نقشه در آوردن در کار. عهده‌داری‌هایی را که اجرا کرده نمی‌توانید به دوش خود نگیرید. راهبری ضعیف در یگان کار ترتیب و انتظام ندارد. من در نظر دارم حتی بار را دیر سپارش می‌دهد. بار سرخریدار را در موسمش سری وقت تامین نمی‌کند. دائم دیر میکند، میفهمید؟ و از همه عجیبش او همیشه کاری را نادرست اجرا میکند. گویا تمام زندگی بر ضد او خسته باشد. همیشه او را کسی در حالی بد میگذارد. برای چی؟ برای آنکه عقل و ادراک او همین خیل است. وقتی عقل و ادراک کس همین خیل باشد، این معنای آن را دارد که او دائم در همین باره فکر میکند. شما چگونه انسان باشید با شما همان گونه حادثه ها می شود. با شما آن حادثه روی میدهد که شما واقعا میفهمید. با انسان حادثه عالی و خوب روی دادن نمیتواند اگر در سرش فکری دیگر باشد. کارهای این دنیا غلطی است. شما چگونه انسان باشید در اطرافتان همان گونه حادثه ها می شود. شما چگونه انسان باشید در اطرافتان همان گونه آدمان می شوند. همه حادثه های اطرافتان وابسته به خودتان روی می دهد. راهبری قوی در همه کار انتظام دارد و از همه عجیبش در شرکت او انتظام جاری است. جدی جاری است. چرا؟ چون که سر او همین خیل است. وقتی سر همین خیل فکر میکند طبیعی است که او این را همچون فرهنگ جاری میسازد. دست راستمان را برداشته تکرار میکنیم. در هر یک تشکیلات آدمان آن کاری را میکنند که راهبر باور میکند. آدمان فرهنگ راهبر، فهمیش راهبر را انعکاس میکنند. تشکر. احتمال شما دیده اید که اگر راهبر آیتی پروداکت را خوب فهمد، در شرکت او سیستم آیتی پوره جاری کرده می شود. اگر راهبر نفهمد، جاری کرده نشده است. یا مثال دیگر دقت کنید. اگر راهبر فروشنده خوب باشد، می بینید که در گروه اکثریت فروشندگان خوبند. منیجمنت نیست. راهبر چه خیلی که باشد فرهنگ شرکت هم همان خیل می شود. غلطی است ولی همین خیل است. مثلا اگر فکر و هوش و خیال راهبر به ترتیب باشد، اگر سرش به سر و سامان باشد، شرکت هم به ترتیب می شود. من کفالت می دهم برای آن که شرکت سری راهبر را مثل آینه انعکاس می کند. عیناً نشان می دهد. در شرکت ترتیب بودن نمی تواند اگر در سری راهبر به سر و سامانی باشد. این خیل نمی شود. دوام چندین سال فعالیت من به این بارها باوری حاصل کردم. چرا چنین است؟ چون که خود راهبر همین خیل فکر می کند.
سطح فکرانی او همین خیل است و طبیعی است که او در اطراف خود همین گونه آدمان را گرد می‌آورد. عجیب است، خیلی عجیب است. حالا از گپی من در شاک می‌مانید. من شاهد یک حادثه شدم. در یکی از بیزنس هایم یک بچه خوبی بود. او منیجر عالی بود. او منیجمنت را خیلی خوب به راه مانده بود. او شرکت های مرا اداره می‌کرد. گروه خوب بود. گروه از بچه‌های با عقل و تحصیل دیده عبارت بود. از همه عجیبش چیست می‌دانید؟ من مثل او فکر نمی‌کردم. من راهبر ضعیف بودم. گروه را او تشکیل کرده بود. من او را از کار آزاد کردم. او از کشور رفت و به کشور دیگری سفر کرد. در نتیجه گروه به اختیار من ماند. چی فکر دارید؟ من با آنها چی کار کردم؟ من گروه را برباد دادم. من شاک شدم. کارمندان پیشتر با ترتیب کار میکردند. منیجمنت خیلی عالی برام مانده شده بود. من باشم در 2 ماه، از همه زیاد در 4 ماه همه را برباد دادم. من می آمدم و یگان کار در وقتش اجرا نمیشد و غیره. آنها طبق فکرانی من کار میکردند. چرا آنها چنین شدند؟ چون که آنها عادت کرده بودند که با یک ریتم تحت نظارت و غیره کار کنند. من باشم چنین انسانم که اسلوب اداره کنیم این خیل است. انسان را نظارت کردن در کار نیست. اگر او قابلیتناک باشد باید خودش کار کرده تواند. فکرانی من اسلوب اداره کنی من همین خیل بود. گروه به طور دیگر فکر میکرد و من به طور دیگر. ما یگان کار کردن نتوانستیم و پس از 6 ماه مجبور شدم که همه را از کار آزاد کنم. همه کار همین خیل به انجام رسید. ولی اکنون آن را تحلیل نموده فهمیدم. معلوم می شود که من همان وقت راهبری قوی نبودم. این یکم. دوم، اسلوب اداره کنی من دیگر خیل است. من دیگرگونه انسانم و کارمندان آن گروه را من انتخاب نکرده بودم. هر یک راهبر همان کارمندی را انتخاب می کند که در کار می شمارد. درست؟ هر یک راهبر همان کارمندانی را انتخاب می کند که به خودش مانند است یا او را می فهمند. کسانی که برایش با آنها کار کردن آسان است. او باشد گروهی را گرد آورد که خودش می فهمید. من باشم نه. و در آخر من آن گروه را از دست دادم. راهبری ضعیف دائم بهانه می کابد. من چرا حاضر این را همچون مثال آوردم؟ برای آنکه شما خود را از کنار ببینید و فهمید که به کدام کاتگوری شامل می شوید. اگر از این روی خط یگان خصوصیت راهبری ضعیف را داشته باشید، پس باید فهمیش و رفتار خود را تغییر دهید. بله، راهبری قوی باشد همیشه مسئله را حل می کند. دقت کنید. به راهبری ضعیف مراجعت کرده شما می فهمید که چرا آن کار را حل کردن ناممکن است. چرا عین زمان آن امکان ناپذیر است. یا اگر گویید که ما باید فلان کار را کنیم، او میگوید من به فلان کارمند گفتم، من به فلانی سفارش دادم. صبر کن ایست. با ما راه حل در کار. راهبری ضعیف باشد همیشه راههای بهانه‌یابی را میجوید. یا میخواهد کار را به قفا پرتاید یا میگوید که وقتی ما کم است، پول ما نمیرسد، ما در بحران قرار داریم. خلاصه مسئله را حل نمی کند. دست راستمان را برداشته تکرار می کنیم. دلخواه بهانه شما را آرام می سازد. ولی یگان بهانه جای نتیجه را نمی گیرد. انسان چقدر سبب و بهانه پیش بیارد هم آن نتیجه نیست. باید نتیجه به دست بیارد. راهبری قوی باشد همیشه مسئله ها را سری وقت حل می کند. راهبری قوی همین خیل است. او فکر می کند، تحلیل می کند، به نقشه می درآورد و می کوشد که مسئله را سری وقت حل نماید. انا همین طرفی با قوت اوست. برای همین راهبری قوی پیش می رود و غیره. راهبری طعمه. یکی از مشکلات بزرگ این است که بسیار بیزنسمن ها راهبران طعمه اند. راهبری طعمه چی معنا دارد؟ مثلا دقت کنید. راهبری طعمه چنین کسی است که در همه کار او حتما در رنج و عذاب میماند. او حتما یگان پرابلم نو به خود میخرد. گویا تمام عالم بر ضد او خسته باشد. او میکوشد در تنهایی همه مشکلات را حل نماید. راهبری طعمه مثال کدامی از شما با چنین حالت دچار شده اید؟ شما بار را فرمایش دادید و آن بار نیم سال در راه ماند و دیر آمده رسید. و یا همین که پول قرض گرفتید کورس بالا رفت، آن را برگردانیدن دشوار است. یا همین که خانه‌تان را فروختید بعد نرخش بالا رفت. آنگاه کس فکر میکنه توبه چرا با من چنین میشود؟ یعنی در همه گونه حالتهای حیات انسان هر خیل عذاب میکشد.
میدونید من فکرانی تومه را داشتم. در یاد دارم، هیچگاه فراموش نمی کنم، هیچگاه این را فراموش نمی کنم. سپس من بالای خودم کار کردم، فکر می کردم چرا این خیل می شود. یاد دارید تنگه قزاقستان 120 بود، بعد 150 شد، بعد یک باره از 300 بالا شد. میدونید من خواستم با یک کس شریک شوم. او با من با تنگه سرمایه گذاری کرد و کورس 150 بود. سپس بناگاه کورس از 300 هم بالا رفت. او دلار داده بود. اکنون من با تنگه کار کرده و او باید با دلار برمیگردانیدم. انا همین از تومه شدن. مهم نیست که ما خواندگیم با عقلیم یا نه. خواهید نخواهید اگر شما کم فکرانی تومه شوی را داشته باشید، آن حتما تاثیر میرساند. میبینید دوام سالهای زیاد بالای خود کار کرده ما به همین خلاصه آمدیم. بعضی ها شاید فکر کنند دولت اگر خودت بعضا تومه میشده باشی چرا ما را نصیحت میکنی؟ برای آنکه من انسانم و تجربه هایم را به شما نقل می کنم. من کتابی را خوانده یا گپی را شنیده به شما نقل نمی کنم، بلکه آنچه را می گویم که واقعا فایده‌ناک است. ما چه ها را اثر گذرانیدیم، من چه ها را اثر گذرانیدم. وقتی من این نازکیت ها را فهمیدم، آنگاه کارهای من خوب پیش رفتند. وقتی من این نازکیت ها را فهمیدم، آنگاه تغییرات عالی به چشم رسید. خوش. راهبری قوی راهبری لیدر است. لیدر کیست؟ به من کمک کنید. لیدر کیست؟ اگر راهبری ضعیف تومه باشد، راهبری قوی لیدر است. لیدر کیست؟ مسئول باز مشکلات را حل میکند. چی یوسف؟ لیدرهای نو را تربیه میکند. شنیده نتوانستم. لیدرهای نو را تربیه میکند. ها، لیدرهای نو را تربیه میکند. آفرین. آن کس عمیق در ترینینگ های من اشتراک کرده است. لیدر کسی است که مشکلات با او به آخر میرسد. لیدر انسان است که بعدی اون مشکلات ادامه نمییابد. او همش را حل میکند. با دلخواه تشکیلات نظر کنید، همین را میبینید. اگر انسان در سطح خود باشد، منیجر حلقه میانه، حلقه بالاست فرق ندارد. اگر او واقعا در فطرتش مهارت لیدری داشته باشد، در سطح خودش مشکلات را حل میکند. مشکلات دیگر دوام نمییابد. لیدر کسی است که مشکلات را در سطح خودش حل میکند و آن را به بالا روان نمیکند. اگر آدمان مسئله ها را به سطح بالا فرستادن گیرند، آن رفتن میگیرد. یعنی هیچ کدام آنها لیدر نیستند. راهبری قوی انا همان کسی است که چی؟ او لیدر است. لیدر کیست؟ کسی که با او مسئله حل می شود. کسی که مشکلات را حل می کند. وقتی ما می گوییم که لیدر شخصی جوابگر است، زیر کلمه جوابگر ما چی را در نظر داریم؟ وقتی می گوییم که او مسئول است، ما چی را در نظر داریم؟ دست راستمان را می برداریم و تکرار می کنیم. کسی که قرار قبول می کند جوابگر اوست. تو قرار قبول کردی، پس باید خودت به عاقبت آن جواب دهی، چون که دلخواه قرار عاقبتی دارد، یا خوب یا بد، یا موفق یا ناموفق. بله، زیرا موفقیت به چگونگی قرار وابسته است. قراری که قبول میکنی تو را یا به هدفت نزدیک میسازد یا از آن دور میسازد. یا تو در یک جای جان میکنی یا آن قرار وقت و پولی تو را صرفه میکند. معین کننده درست یا نادرست بودن قرار چیست؟ عاقبتش. اگر عاقبت قرار صرفه پول و وقت شده باشد، ثمره بخشی را بلند کرده باشد، اگر با خراجات کم زودتر به هدفت رسیده باشی، پس قرار درست بوده است. اما اگر آن قرار پرابلمی نو به وجود بیارد، باعث پیدایش مسئله های نو و صرف شدن وقت شده باشد، پس آن قرار نادرست بوده است. بله، پروفسیونال شو. پروفسیونال ها پیشی پروفسیونال ها می آیند. این را فهمیدن در کار. معلوم می شود که قاعدش همین خیل است. هر یک انسان تا اندازه مگنیت است. پیشت آدمانی می آیند که فهمیش هایشان، نگاه هایشان مثل توست. پروفسیونال ها پیش پروفسیونال ها می روند. خیلی عجیب است. کدامی از شما حس کرده اید که انسانی نیک نمی تواند با آدمان بد دوست شود؟ کی دیده است؟ شما دیده اید که انسانی نیک نمیتواند با آدمان بد زندگی کند. نمیتواند. اون نمیتواند با آدم بد شادی و خرسندی کند. اون نمیتواند با آدم بد دائم وقت گذراند. انسان نیک مثل تیلاست که حل نمی شود. شرک به همه چیز میچسبد، ولی تیلا نه. ان همین خیلی مهم است. شرک به همه چیز میچسبد، ولی تیلا نه.
یعنی آدمان خوب دیگر خیلند. آنها واقعا دیگرگونند. همین خیل است. تا من پروفسیونال نشدم پیشم پروفسیونال ها نآمدند. فهمیده نمیتوانم که چرا، ولی آنها نمی آمدند. کدام از شما میخواهید که گروهی قوی داشته باشید؟ کدام از شما پس از آن که من ترینینگ را به آخر میرسانم درک میکنید که ما در نظر داریم که بیزنسی قوی یعنی گروهی قوی است. گروهی قوی باشد یعنی راهبری قوی است. اگر راهبر قوی باشد پس او گروهی قوی تشکیل می کند. گروهی قوی به ساختن سیستمی قوی و بیزنسی به قوت کمک می کند. بله، قاعده همین خیل است. برای همین معلوم می شود که مهمترین افضلیت رقابت خود صاحب بیزنس یا راهبر است. نه محصولات، نه تکنولوژی، نه جای و غیره. بله، آنها هم در مجموع همه در یک جایگی تأثیر می‌رسانند. راهبری قوی درست کار می‌کند، جای درست انتخاب می‌کند، محصولات درست می‌خرد، همه‌اش را راهبری قوی می‌کند. برای همین پروفسیونال شوید. پروفسیونال‌ها پیش شما می‌آیند. گپ در آن است که ستاره‌ها می‌خواهند با ستاره‌ها کار کنند. گروه قوی یا کارمندان قوی را جلب کردن خیلی آسان است اگر محیط کاری شما فرهنگ کارپراتیوی را تشکیل کند که آن به کارمندان عالی امکانات‌ها فراهم آورد و بچه‌های به قوت شرایط انکشاف یافتن دهد. من پگاه در ترینینگ درباره 15 توصیه به راهبر مفصل گپ زده هر یک جزء را از درون می‌کشایم و راه‌های عملی نمودنش را می‌فهمانم. این بسیار ضرور است. آیا می‌دانید که چرا پروفسیونال نمی‌خواهد با ما کار کند؟ سبب یکم، گروه کاریمان سست است. من شاهدی چی شدم؟ پروفسیونال به صحبت می آید، بعضا روز دوم نمی آید. هرچند ما او را به کار گرفتیم، او به صحبت آمد. ما بسیار خرسند می شویم. عالی، پروفسیونال آمد. پگاه باشد او به کار نمی آید. پگاه او به کار نمی براید. با کدام سبب او پگاه به کار نمی براید؟ او یک چند خصوصیت ها را می بیند که پروفسیونال را به قفا هیله می دهد. سبب یکم، گروه کاری سست است. پروفسیونال فکر می کند اگر من در گروه سست کار کنم چی می شود؟ من مجبور می شوم که باری بیشتر را به دوشم گیرم. این یکم. دوم، عادتا راهبر کار را به دوش کی بار می کند؟ به دوش ابله یا به دوش شخص عهده‌برا؟ به دوش شخصی که عهده‌براست. راهبر به او سفارش‌های زیاد می‌دهد چون که او باوریناک است، چون که او درست اجرا می‌کند، چون که اگر کار را به دوش یگان کارمند ابله گذارد او همه را رسوا می‌کند. برای همین پروفسیونال می‌فهمد که اگر گروه سست باشد به من سفارش‌های زیاد می‌دهند. با این بچه‌ها نتیجه کاری من خواهان‌خواه نمایان نمی‌شود چون که بیزنس سیستم است. حتی اگر من 2 برابر کار کنم هم خواهان‌خواه پول زیاد کار کردن نمیتوانم. خودم را بسیار نشان دادن نمیتوانم چون که آنها مرا از پیش رفتن میدارند. آنها واقعا مرا از پیش رفتن میدارند، سخت خلل میرسانند. برای همین اولین چیزی که پروفسیونال را روح افتاده میسازد گروه سست است. او میبیند که گروه سست است پس کار کردن نمیخواهد. دومین چیزی که پروفسیونال را میترساند او میرود نبودن سیستم است. یعنی بیزنس پروسس مشخص و فهمان است. منیجمنتی خوب برای مانده نشده است. بسیار کارها از روی فهمیش کرده می شوند یا بسیار قرارها در اساس غیبت برآورده می شوند. از روی گپ آدمان، از روی گپ مردم، از روی فکر مردم قرارها در اساس آوازه یا غیبت ها برآورده می شوند. وقتی قرارها در اساس غیبت ها و غیره برآورده می شوند، پروفسیونال زود می فهمد که در اینجا راهبری قوی نیست. فرهنگ غیبت پرستی کارمندان انکشاف می یابد. هر جایی که غیبت است در آنجا گروه قوی تشکیل کردن نمی شود. ناممکن است. برای همین پروفسیونال ها در حال می روند. آنها این را حس می کنند. ریسورس ها نمی رسند. پروفسیونال حس می کند که در این شرکت یا مبلغ نمی رسد یا ریسورس ها. اگر در شرکت ریسورس ها ناکفایه باشند، پروفسیونال می فهمد که حتی اگر شب و روز کار کند هم به هر حال همان مکافاتی را که ارزنده است به دست نمی آورد. بینید اگر گردش $5,000 و $100,000 باشد کمیسیونی آن گوناگون خواهد بود. درست؟ برای کارمند درآمد تماما گوناگون خواهد بود. پروفسیونال این را می داند. اون می فهمد که اگر ریسورس ها نمی رسیده باشند پروسس های شرکت دائم سست خواهند بود.
گاه کمیسیونی، گاه معاش ها. این درد دائمی است. این به طور سیستماوی تکرار شدن میگیرد. وقتی این به طور سیستماوی تکرار شدن میگیرد، کس بسیار کار میکند ولی معاش کم میگیرد. پروفسیونال این را میداند. لیدری سوست دائم بهانه مییابد ولی سری وقت قرار درست و لازم نمیبرد. پروفسیونال این را میبیند. لیدری سوست پروفسیونال را سخت رو افتاده میسازد. پروفسیونال میرود. من دیدم زود این خیر می شود که در گروه تنها کارمندان سست میمانند. آنها به همه چی راضی می شوند. پروفسیونال باشد دائم راضی نمی شود. با پروفسیونال کار کردن دشوار است. کدامی از شما دیده اید که پروفسیونال ها نقطه نظر خود را دارند؟ آنها بعضا با راهبر بحث می کنند. آنها بعضا می گویند نه، این خیل کردن در کار نیست. کی شاهد شده است؟ شما می خواهید گروهی کاری قوی داشته باشید یا ضعیف؟ قوی؟ پس آماده اید که غرور خود را کمی شکنید. کی مرا فهمید؟ دست راستمان را میبرداریم و تکرار میکنیم. پروفسیونال سرباز نیست تا که تنها فرمانها را اجرا کند. دقت کنید، اگر گویید که طوری که گفتم اجرا کن، تو حق فکر کردن نداری. پس به شما رابط در کار است. پس به شما مرد کار در کار است. ولی اگر گروهی قوی ساختن خواهید، دانید که گروهی قوی فکر میکند تا به شما کمک کرده مشکلاتتان را سبکتر سازد. برای انکشاف یافتن گروهی قوی به کارمندان کمک کردن امکانیت دادن در کار، وگرنه آنها چطور انکشاف مییابند؟ آن همین بسیار مهم است. مثال، راهبرانی هستند که جذابیت شدید دارند، قابلیت کاری قوی دارند، آنها بهترینند، با قوتند، ولی این کمبودی آنهاست. او اراده قوی دارد ولی این کمبودی اوست. چرا کمبودی اوست؟ چون که به او هیچ کس قرار برآوردن نمیتواند. به او هیچ کس کار کردن نمیتواند. اگر او بیمار شود، همه کار رسوا میگردد. او لیدری قوی است، او لیدری جدی است، او بهترین است، او روحیه قوی دارد ولی این کمبودی اوست. دست راستمان را میبرداریم و تکرار میکنیم. وقتی شما اراده قوی داشته باشید هم این کمبودی است. کی مرا خوب فهمید؟ چون که به او هیچ کس قرار قبول کردن نمیتواند. همه میترسند و جوابگری را به دوش خود نمیگیرند. این هم کمبودی است. آن همین را درک کردن خیلی مهم است. برای همین پروفسیونال این همه را می‌بیند. پروفسیونال می‌بیند که لیدر خیلی مجزور است، لیدر از حد زیاد سختگیر است و غیره. پروفسیونال این را می‌بیند چون که او در بسیار جایها کار کرده است. او چطور پروفسیونال شده است؟ مگر او پروفسیونال شده تولد شده است یا در بسیار جایها کار کرده پروفسیونال شده است؟ او در بسیار جایها کار کرده یاد گرفته پروفسیونال شده است. او کار را مقایسه کرده می‌تواند. او ماهرانه می‌بیند، حتی دلخواه راهبر را. باور کنید پروفسیونال دلخواه راهبر را خوب دیده می‌تواند. دلخواه راهبر را. دوامش گروه به او باوری نمی‌بخشد. بعضا چنین می‌شود که پروفسیونال پیشمان می‌آید ولی گروه به او باوری نمی‌بخشد. سببش چیست که گروه به او باوری نمی‌بخشد؟ چون که کارمندان یکدیگر را تنقید می‌کنند. کارمندان درباره راهبر گپ‌های بد می‌زنند. دست راستمان را برداشته تکرار میکنیم. راهبر همیشه خوب بودن نمیتواند، چون که اون نتیجه را طلب میکنه. وقتی اون نتیجه را طلب میکند، اثنایی که کارمندان بین خود هر خیل گپ ها میگویند، طبیعی است که چنین میشود. آن گروه ضعیف است و به پروفسیونال باوری نمیبخشد. واقعا باوری نمیبخشد. برای همین فرهنگ کارپراتیوی شما نه آن چیزی است که در آیین‌نامه یا در دیوار نوشته شده و آویزان است. فرهنگ کارپراتیوی شما آن چیزی است که کارمندان در آفیس درباره‌اش گپ میزنند. آن چیزی است که کارمندان باور میکنند. تکرار میکنم، فرهنگ کارپراتیوی شما نه آن سخنان زیبای نوشته‌تان است که در دیوار آویزان است. فرهنگ کارپراتیوی شما آن چیزی است که کارمندان در آفیس درباره‌اش گپ میزنند و به آن باور میکنند. انا همین است فرهنگ کارپراتیوی شما. همان طرز حیاتی است که شما در شرکتتان جاری کرده اید. انا همین است فرهنگ کارپراتیوی شما. خب، آینده نیک را نمیبینند. وقتی پروفسیونال ها آینده نیک را نبینند، پیش ما نمی آیند. انسانی که لیدری قوی شدن، گروهی عالی ساختن می خواهد، باید این کمبودی ها را اصلاح کند. اگر این کمبودی ها را اصلاح کنید، پروفسیونال ها همیشه سوی شما می آیند.
آنها احساس میکنند. آنها روحیه گروه را، حالت روانی گروه را احساس میکنند. وقتی آنها به شرکت میآیند این را حس میکنند. شاید به شما نگویند ولی بهبودی ها را دیده به شما باور میکنند. چون که این را با دل خود احساس میکنند. این بسیار ضرور است. پروفسیونال ها را چه جلب میسازد؟ با قوت ها میخواهند با قوت ها کار کنند. چون که آنها میدانند که با گروهی قوی کار کرده میتوانند قوی تر شوند. این بسیار کمک خوب میکند. امکانات ها در شرکت. آنها باید بینند که اگر در اینجا کار کنند برایشان امکانات های بزرگ گشاده می شود که در جای دیگر یافته نمی توانند. لیدری عادل و قوی. لیدری عادل بودن خیلی مهم است. آنها باید بینند که شما انسان عادلید و هنگام دشواری ها هیچگاه تسلیم نمی شوید. شما می توانید مشکلات را حل کنید، نه اینکه از مشکلات گریزید. آنها می خواهند در شما همین را بینند. این خیلی ضرور است. امکانات رشد 10 کرته. من چی را در نظر دارم؟ در یاد گیرید. همین نکته بسیار مهم است. اگر پروفسیونال بیند که با شما کار کرده او می تواند 10 برابر با عقل تر شود، این به او سخت الهام می بخشد. چون که او می فهمد که در همه جا پول کار کرده می تواند، ولی نه در همه جا امکانیتی با عقل تر شدن هست. برای 2 3 5 برابر با عقل تر شدن به کس محیط خیلی عالی، شرکت عالی در کار است. آنگاه کس خیلی خوب رشد می‌یابد. برای همین به پروفسیونال محض همان لحظه سخت الهام می‌بخشد که او می‌فهمد در اینجا کار کرده او می‌تواند با عقل تر شود. او می‌تواند روحاً انکشاف یابد. او می‌تواند انسان قوی گردد و قابلیت‌های پروفسیونالی او خوب انکشاف می‌یابند. البته این چنین فایده هیچ کس به فایده کار نمی‌کند. خوب کار کردن باید فایده خوب داشته باشد. پروفسیونال به خوب کار کردن تیار است ولی می‌خواهد که فایده خوب بگیرد. دعوت به خود. باز یک پدیده مهم که به پروفسیونال غیرت میبخشد جلب و دعوت است. وقتی او امکانات را میبیند این گویا دعوت به اوست. او میخواهد خودش را بسنجد. او میخواهد استعدادهایش را در همین جا به کار برد. هدفهای بزرگ. وقتی شما میگویید که دوستان ما چنین هدفها داریم، میخواهیم به این هدفها رسیم، ولی با شرافت شما من هستم چون که ما هستیم. با چنین طرز وقتی با همین اصول حرکت میکنید این به پروفسیونال ها سخت نیرو میبخشد. چون که این او را دعوت میکند. او میگوید میخواهم خودم را سنجم که از دستم چی میآید. اگر توانم کاری عالی میشود. اگر سنجیده نبینم پشیمان میشوم. افسوس میخورم که زمانی چنین امکانیت داشتم ولی خودم را نسنجیدم. من خود را در این کار نآزمودم. بله این جایی است که میتوانم استعدادم را استفاده برم. چون که من بسیار دیدم پروفسیونال ها یک مشکلی دارند. میدانید چگونه مشکلی؟ آنها خودشان را یافته نمیتوانند. آنها پروفسیونال خوبند یا لیدر آنها را نمیفهمد یا راهبر آنها را اعتراف نمیکند یا به آنها امکانیت نمیدهد. هر خیل میشود. زیرا بعضی پروفسیونال ها بعضا در حقیقت فکری خود را رسانیده نمیتوانند. من این را دیدم. این راست است. در حقیقت او پروفسیونال است ولی بعضا در گروه کار کردن برایش آسان نیست. ما باید آدمانی را یابیم که هم پروفسیونال باشند و هم در گروه کار کرده توانند. میخواهم به شما 2 چیز را گویم. ما چطور بیش از 60 شاگردی میلیونر تربیت کردیم. دانستن میخواهید؟ کی دانستن میخواهد؟ میدانید این مکانیزم مخصوص است. درست است که بعضی شاگردان میلیونر ما پیش از خواندن درس‌های ما میلیونر بودند. درست. تخمیناً 10 کسشان الکی میلیونر بودند. دیگران باشند واقعاً با کمک سیستم ما بالا رفتند و میلیونر شدند. بیش از 50 کسشان. اکنون دقت کنید. بعضی شاگردانمان را از چاه قرض بالا برداشته میلیونر کردیم و مانند طلگت. بعضی دیگران گردش تجارتی داشتند. درآمدشان $1000، $2000، $3000 بود و غیره. خوش. من شاهد چی شدم؟ اگر شما دیده باشید پیش ما تنها راهبران و صاحبان بیزنس ها می آیند. آنهایی که شرکتشان را خودشان اداره می کنند. ما به آموزاندن راهبران را آوردیم. به خود صاحبان بیزنس. نه به گروهی کاریش، نه به سمت دیگر، نه به خریدی او، نه به بارهای او و غیره. من فهمیدم که ترمز اساسی بیزنس خودی صاحب بیزنس است. دستی راستمان را برداشته تکرار می کنیم. محرک اساسی بیزنس صاحب بیزنس است. ترمز اساسی بیزنس هم صاحب بیزنس است.
در آغاز کس کار میکند، حرکت میکند، بعد لحظه کس تنگترین گردنه شرکتش میشود، کس کلانترین پرابلم شرکتی خودش میشود، چون که محض صاحب بیزنس نمیماند که شرکت انکشاف یابد. میدونید که من پیشتر چیکار میکردم؟ من تنها به صاحبان بیزنس درس میدادم و کوشش میکردم و دیگران کاردار نشوم. بعد دیدم که آنها آماده درس میگیرند و تغییر مییابند، ولی گروهشان تماما دیگرند. 90% آدمان بعضی شرکت ها را 60% آدمان بعضی شرکت ها را مجبور شدیم عوض کنیم. حالا در اینجا سویتلنا نشسته است از شهر اورالسک. او در همین جا نشسته بود. افتا دکتر، شما در کجایید؟ او 2-3 سال پی هم از من درس گرفت و هر بار وقتی پیش ما به بیشکک میرفت گروهش به او میگفتند شما باز پیش دولت میروید، چون که آنها میدانستند که او میآید و باز فلان کارها را طلب میکند. بعضا آدمان تغییر یافتن چیزی را تغییر دادن نمیخواهند. بله همین خیلی است. به فکرم او انیق 60% کارمندانش را عوض کرده است، چون که علاج دیگر نیست. به فکرم باز کمی بیشتر. برای همین چنین است. نخست ما فهمیدیم که به راهبران درس داده برای تشکیل گروه قوی به آنها یاری رسانیدن در کار. و بسیار شاگردان فردی هم شخصا خودم کمک کردم تا دیرکتران اقتصادی، راهبران آید به فروش، HR، مارکتولوگ، دیرکتران اجرا کننده و غیره را به کار گیرند. شخصا خودم در صحبت ها اشتراک کردم و غیره. چون که من فهمیدم بهترش به او برای یافتن کارمند موافق کمک میکنم. حتی چون این حالتی بود در شهر اورالسک یک دخترک هست نامش زاوره. او استماتولوژی دارد. 2 سال من با او فهمانیدم. زاوره گروه تشکیل کردن در کار، این خیل کردن در کار، آن خیل کردن در کار. او میگفت ما چنین آدمان نداریم. راست گویید. کدامی از شما چنین فکر دارید که در شهر شما کادرهای با قوت نیستند؟ دستتان را بردارید و راست گویید. شما هم چنین فکر دارید، درست؟ آدمان زیاد چنین فکر دارند. زاوره مرا هر دفعه باور کننده میگفت استاد شهر ما خرد است، این خیل کادرها نیستند. در آخر من چی کار کردم دانستن میخواهید؟ من گفتم انا این متن رکلام را آماده و نشر میکنی، پهن میسازی و همش خوب میشود. من به آنجا رفتم. او بیش از 40 کس را جمع کرده است. من آزمون گذرانیدم و تخمینا 6-7 کس را به کار گرفتم. آدمان را طریق آزمون به کار گرفتم. آنجا حالت چخیل بود. نگاه کنید. او 2 استماتولوژی داشت. یکیش در کوارتیر 3 خانگی بود. 5 کریسل داشت. او خودش به این استماتولوژی می آید، کار پیش می رود. وقتی به استماتولوژی دوم رود، آنجا خالی می شود. در اینجا استماتولوژی نو کشاده شد. او به من گفت استاد چرا من به کجای روم آدمان به همان جا می روند. همه می خواهند که دندانهایشان را من طبابت کنم، دکتری دیگر را نمی خواهند. در آخر من گفتم زاوره لطفاً بگو بغیر از تو در عالم باز یگان دکتری دندان هست که طبابت بکند؟ خیر مثلا در مسکو، الماتا و غیره. او گفت بله، یعنی آدمان به آنجایی می روند که خدمت رسانی خوب دارد و دکترش پروفسیونال است. پس چنین فکر کردن را بس کن. دیدید فکری او را تغییر دادن چقدر دشوار بود؟ خیلی وزنین بود. 2 سال بعد من خودم رفته برایش گروهی کاری تیار کردم. سپس رفتم آن آدمان را به کار گرفتم، جا کردم، سفارش‌های درست دادم، بعد رفتم. کار خوب پیش رفت. با بسیار شاگردانم همین خیل کار کردم. خوش، گروهی قوی تشکیل کردیم، بیزنسی آنها را به سیستم درآورده بسته‌بندی کردیم. سپس برای بعضی شرکت ها ما سرمایه جلب نمودیم. سرمایه ها را یافتیم، گرفتیم، روانه ساختیم، کمک کردیم و غیره. بعضی آنها از میان گروه های من خودشان سرمایه یافتند و غیره. سپس بعد همه را بسته‌بندی و سیستماتیزاسیون کردن، کلان کردن کار را سر کردیم. و شکر خدا کارها خوب پیش رفتند. من همین خیلی قدم به قدم ما پیش رفتیم، قدم به قدم. حالا من 1-2 مثال میارم. جمشید صادقوف، او شاگرد فردی من نیست ولی در مینی مستر کلاس های من بسیار اشتراک کرده است. این چنین 2 یا 3 بار در درس سیستماتیزاسیون بیزنس. او مرا فهمید که کارا چطور کردن در کار. درآمد خود را 8 برابر زیاد کرد. درآمدش را 800% زیاد کرد. حجم فروشش $32,000 بود. درآمدش 9600. سپس حجم فروش $150,000 و درآمدش پس از تحصیل $76,000 شد. 2 یا 3 سال خواند و نتیجه کارش همین خیر شد. از کاری کنونیش خبر ندارم. او را به نزدیکی در همین جا دیده بودم. او از سمرقند است. اگر در یگان جا روبرو شوید از او پرسید. من بار پرسیدم جمشید از درس‌های ما چه ها را عملی کردی؟ و او گفت استاد من فلان چیزها را عملی کردم و نتیجهش عالی است. او کورس مرا محض سیستماتیزاسیون بیزنس را خیلی خوب فهمید. برای همین
وقتی من در شاگردانم این چیزها را دیدم، معلومات مذکور را کارکرد نمودم. ترینینگ 15 توصیه به راهبر را. ولی خودی پیدایش این ترینینگ به سال 2013 راست می آید. آنگاه من اداره کنی سما را به میلی سپردم. من اداره کنی سما را به میلی سپردم. باید کاری میکردم که او به من کار کند. من در هر جا میشوم، کارهای زیاد دارم. باید کتاب ها نویسم، بالای خودم کار کنم، باز کارهای دیگر دارم. باید بیزنس های دیگر کشایم و غیره. سما را به میلی سپردم و برایم لازم بود که این سیستم کار کند، نه اینکه ویران شود. میبینید من تنها ترینینگ ها را میگذرانم. راست میگویم، این همه تیاری ها را من هم مثل شما بار یکم میبینم. من حتی خبر نداشتم که این همه را آنها چطور کردند. برای آنکه این کار من نیست. مسئولان هستند، آنها راهبر دارند، شرکت هست. شکر که گروه خودش همه کار را میکند. بیایید همچون منتداری برایشان قرصک میزنیم. تشکر. خوش. باید شرکت را به دوش کسی دیگر وامی گذاشتم تا کار به من ادامه یابد و وجود داشته باشد. من مهمترین پایه های سما را به میلی سپردم. انا و 15 مسائل را کار کرد نمودم. پگاه در ترینینگ بسیار چقور رفته می آموزانم. به نقشه درآوری استراتژی. راهبر باید به طور استراتژی کارها را به نقشه درآورده تواند. گروهی کاری تشکیل کند. جریان پولی را در شرکت تامین نماید. جریان پولی کفایه نابسته به هر گونه حالت ها. پول را در شرکت درست سرمایه گذاری کند. درست اداره کند تا که پول زیاد شود و کم نه. کار را تشکیل کند تا که آدمان استعدادهای خود را عملی کرده توانند و غیره. آموزانده، الهام بخشیده و جزا داده تواند. راهبر باید آموزانده، الهام بخشیده و در لحظه های در کاری گناهکاران را جزا داده تواند و جزا باید از روی عدالت باشد. باوری شریکان، گروه کاری، استعمالگران و بار تامین کنندگان را به دست بیارد. از همه عجیب است، سرمایه باوری را راهبر برای شرکت می سازد تا که آدمان به شرکت باور کرده توانند. چرا شما محصولات ما را خریدید؟ چرا خدمت رسانی ما را خریدید؟ چون که باور کردید که این برایتان فایده‌ناک است. چون این چیزی هست که آن در بالانس بوغالتری نیست. آن باوری نام دارد. به آن یگان کار پیش نمی رود. اگر میزاج به محصولات شما باور نکند نمی خرد. اگر شریک به شما باور نکند با شما کار کردن نمی خواهد. در بانک اگر باور نکنند کردیت نمی دهند. اگر باوری نباشد هیچ کس با شما کار نمی کند. هرچند این در حسابات بوغالتری نیست، ولی آن یک قسم ناعیان موفقیت در دلخواه بیزنس است. قسم ناعیان دوامش شرکت را به طور قانونی و اکتیوهای آن را حفظ نماید. راهبر خواننده نیست، نویسنده است. راهبر باید چی کار کند تا همه کارها تدریجاً استانداردی شوند؟ برای آن راهبر باید نویسنده باشد، نه خواننده. دایم تحلیل و نظارت حسابات کند. او باید تحلیل کرده تواند. او باید فکرانی، تحلیلی و استراتژی داشته باشد. این بسیار ضرور است که او دقیق نظارت حسابات کرده تواند. تجربه های شرکت را نگاه دارد و زیاد کند. وظیفه اساسی اوست تجربه های شرکت را زیاد کند. او به طور جدی مسئول است که این کار را کند. مثلا کارمند رفت. او نباید تجربه های شرکت را با خود برد. نباید همه تجربه ها را از صفر سر کرد. تصور کنید کارمند از کار آزاد شد رفت. با اون نباید همه بعضی کلینت ها و دستاوردهای شرکت برود. نباید همه را از صفر سر کرد. از این رو این بسیار مهم است. قرارهای حل سیستموی برآورد. حل سیستموی چیست؟ مثلا بعضا یک قرار یک نتیجه می دهد یا یک عمل یک نتیجه می دهد. اما وقتی راهبر رشد یافته می فهمد که حل سیستموی چیست، پس می فهمد باید یک قرار برآورد که مشکلی را به مدت طولانی حل نماید. مثال فروش بد است. باید سیستم فروش را یک بار کار کرد نمود تا که همیشه به این مسئله برگشتن لازم نشود. مثلا عادتا ما از نبودن سرمایه عذاب میکشیم. باید لایحه سرمایه گذاری را یک بار کار کرد نمود تا که دائم به این مسئله برگشتن لازم نشود. یا یک بار دیدیم که کادرها نمیرسند، باید یک بار سیستم را از عطا یک کار کرد نماییم تا مشکلات کادری را حل کنیم و دائم به این مسئله رو نآوریم. انا همین است حل سیستموی. این را فهمیدن محض راهبر بسیار ضرور است. 13 باید به انکشاف یافتن کارمندان شوقمند باشد. یعنی کارمندان را انکشاف دادن خیلی مهم است. راهبر باید تربیه و آماده نمودن کارمندان کسبی را تواند. این ضرور است. باید بیزنس و سمت خود را رقمی و تکنولوژی گرداند. راهبر باید در سمت خود شرکتش را تکنولوژی گردانیده تواند.
نگاه کنید حالا کدام شرکت ها نسبتا موفق تر شدند در ساحه خود یگانه شدند единороги, если вы посмотрите внимательно, اگر با دقت نگاه کنید میبینید که همه شرکت هایی که در سمت و ساحه خود پیشاهنگند همه شرکت های موفق اتحاد دولت های مستقل با شرافت تکنولوژی بودنشان پیش قدم گشتند. именно они в своем области, они пионеры. کسپی بانک را بینید اولین شده آن تکنولوژی های پراقتدار را استفاده برد در نتیجه خوب انکشاف یافت. به دلخواه شرکت های موفق نگاه کنید در حال میفهمید. 15 وارث تربیت کند. یکی از نکته های مهمترین برای راهبر وارث یا دوام دهنده کار تربیت کردن است تا اینکه بعداً شرکت را به شخصی باوریناک سپرده تواند و شرکت از بین نرود. انتخاب وارث یکی از اساسی ترین خصوصیت های راهبر قوی است. راهبر ضعیف وارث ضعیف انتخاب می کند. راهبر قوی باشد وارث قوی انتخاب می کند. این ضرور است. پگاه در ترینینگ من در همین موضوع ها گپ میزنم. درباره هر یک بند مفصل معلومات میدهم. همان ارزش ها و توصیه هایی را که به شما ارائه میکنیم در شرکت خود جاری نموده هر کدام شما میتوانید راهبری خیلی قوی گردید. بله. طبعتان خوش است؟ در حقیقت؟ به نتیجه تنها راهبر جوابگر است. شما هم فکرید؟ خب من میخواستم به شما تلگت را نشان دهم ولی تلگت بر وقتتر دویده رفت. برای همین او را نشان دادن نمیتوانم. من تجربه دیگری را نشان میدهم. اویغون یکی از شاگردان من است. من با او فخر میکنم. بیایید به افتخارش قرصک میزنیم. تشکر. او سال گذشته ماهی انور پیشم آمد و گفت میدانید استاد معلوم شد که همان زمان در تمام قزاقستان و همچنین در الماتا حادثه های ماهی انور سر زدند. او یک دنیا مشکلات داشت. او گفت استاد او از ترکستان است. ترکستان شهرک خردی در قزاقستان است. او گفت ما کادرهای با قوت نداریم استاد. برایم خیلی وزین است. من 1001 مشکلات دارم. من با او گفتم میدونی در ترینینگ های من اشتراک کن. او باز روسی را خوب نمیفهمد. او در شیمکند از من کنسولتاسیا گرفت. من او را به ماستر کلاس ها فرستادم و گفتم اویغون پرابلم بیزنس تویی. با تجربه های من باور کن و بیا کارا سر کنیم. بیا قدم به قدم همه راه ها را دیده میبریم. اگر تو آماده باشی من هم آماده ام که به تو کمک کنم. اما اگر تو به خودت کمک کردن نخواهی من به تو کمک کردن نمیتوانم. سپس ما قدم به قدم سر کردیم. بعد او به ماستر کلاس اساسی ما به الماتا آمد 10 روز. بعد او گفته های مرا اجرا کرد و آموزش فردی را سر کرد. و شکر خدا در یک ماه آنها 2000 کامپلکت میبل ها را ساختند. او شرکت کلانی دارد. در یاد ندارم 200 یا 300 کارگر دارد. انیق در یاد ندارم. آنها همه گپ های مرا اجرا کردند. سیستماتیزاسیا کردند. او حالا شاگردی فردی هم است. و من همیشه زنگ زده طلب میکنم. این چه خیل شد؟ آن چه خیل است؟ چی کار کردی؟ فلان کارا کردی یا نه؟ همان کارهایی که ما جاری کردیم. شکر خدا وقتی من بار نخست حسابات اقتصادیش را دیدم. تشکر. خب سیستم اقتصادیش و غیره را به ترتیب در آوردیم. در یاد دارم با او گفتم بیا فینانسیست میابیم. او گفت در شهر ما فینانسیست نیست. بعد من گفتم بیا این خیل میکنیم. سپارش دادم تا شرکت را یابد که با همین کار مشغول است. ما از آستانه یافتیم. من با آنها سپارش دادم. من میدانستم که وقتی پروفسیونال ها می آیند و اودیت کردن را سر میکنند طبیعی است که چشمان اویغور گشاده میشود. و این شبهه نیست. و بعد آنها آماده کرده به من فرستادند. من فهمیدم که نتیجه معینی هست دوامش. سپس کارمندانی موافق و خوب پیدا کردیم. چرا؟ چون که او خودش فهمید که چطور بودن در کار. درآمدش 5 برابر زیاد شد. دیروز خودش به من گفت ما چنین شاگردان زیاد داریم دوستان. ما شاگردان زیادی داریم که نتیجه های عالی به دست آوردند. می توانید حتی از آدمی براتان پرسید. شاید او به شما تجربه خودش را نقل کند. آدمی در براتان نشسته شاید به شما تجربه خودش را نقل کند. من می خواهم به شما 2 سوال مهم دهم. بعد با همین خاتمه میبخشین. میبینم که بعضی‌ها با قهر به من نگاه میکنند. منتظرن که کی گپ رو تمام میکنم. طبعتان خوش است؟ لطفاً از جایتان خیزید. اگر اقلاً 1 بار ترینینگ ها، کتاب ها یا ویدیو درس های ما را به کسی توصیه داده باشید. اگر اقلاً 1 بار ترینینگ های ما را به کسی توصیه داده باشید. اگر اقلاً 1 بار ترینینگ ها یا کتاب های ما را به یگان کس توصیه داده باشید. به اطرافتان نگرید. من هستم چون که ما هستیم.
میدونید 98% شنوندگانمون ما را توصیه میدهند. 98% کسانی که اقلا یک کتاب ما را خواندند یا در ترینینگ هایمان اشتراک کردند ما را توصیه میدهند. معلوم شد که 73 یا 74% آدمان محصولات ما را تکرارا میخرند. ترینینگ و خدمت رسانی های ما را تکرارا میخرند و من از شما برای باوریتان بسیار منت دارم. تشکر زیاد.